دیدیم بعضی وقتا صبح زود بیدار میشی و یه انگیزه عجیبی داری برای اینکه به زندگیت برسی، کاری که معمولا نمی کنی بکنی. اون تنبلی و خستگی تو تنت نیست. این از اون روزا بود، ولی میبینین که خیلی خیلی تاریکه و ساعت 7 صبح بود و نور شهر ما در همین حده، به خاطر اینکه اکثر روزا ابریه. الانم این مدت همش در حال بارون و اینا بود و کلا آفتاب زیاد نداشتیم. اینجا داشتم برنامه یوتیوبمو چک میکردم که دارم چی کار میکنم و میبینیم که چقدر خوابم میاد و یکم مقدمات صبحونه رو آماده کردم. این لحظه‌ای که می‌بینیم بعد از چند بار بیدار شدن و خوابیدن دوباره و یک صبح خسته کننده که بچه‌مو می‌بینیم اینجا دوباره خوابش برده و من بالاخره بیدار شدم. الان اینجا فکر میکنم چراغ رو روشن کردیم، ولی حدوداً ساعت 10 ساعت رو میبینین اونجا ساعت 10 و 9 و 10 حدوداً هوا یکم بهتره، ولی بازم چراغ باید روشن کنیم چون که افسردگی میگیریم اگه چراغ نباشه و نمیتونیم، چشمون نمیبینه. با چی صحبت کنم؟ اما میخوایم بذاریمت تو مایتابه بپزیمت باشه؟ میخوایم بخوریمت باشه؟ تو این بپزمت؟ بله؟ با چی صحبت کنم؟ اما میخوایم بذاریم گرمیته؟ گرمش تو هیچم تنت نکردیم. خب هیچم تنت نکردیم مامانی. مامانی جان مامانی. مامانی مامانی. نه 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 مامانی. مامانی آب 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 میخوری؟ آب آب کو؟ آب 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 جگر جگر دیگه جگر آب بابا بابا اون قسمت هایی که الان دیدین یه ویدیو داشتم نگاه می‌کردم که یه بچه کوچولویی بود. کلا از دیدن ویدیوی بچه کوچولو خیلی خوشش میاد و بچه یه ذوق میکرد و فرار میکرد و اونم همش جیغ میزد و هیجان زده میشد. بعدش هم که یه نفر گفته بود، یکی از دوستان کامنت گذاشته بود که ریاکشنش وقتی که باباشو میبینه ضبط بکن و گفتم که باشه چرا که نه. و اینجا رفتیم که کیک خریدیم، کیک داشتیم همه با هم میخوردیم
بعدش هم اینجا از زل زده بود به دوربین و ماکارونیشو تا ته خورد. البته اینجا هم دارم سالاد ماکارونی درست میکنم که یکی از چیزای خیلی مورد علاقمه. هر وقت گشنم میشه معمولا یه دونه درست میکنم و همزمانم دارم با مامانم صحبت میکنم. از مزایای این ویدیو کال اینه که اونقدر دلتنگ به اون صورت نمیتونی بشی و اکثر روزو من وقتی که بیکارم و با مامانم صحبت میکنم. البته نه فقط من، رایانم که میبینین با مامانم صحبت میکنم. تلاش منو میبینین برای اینکه سعی کنم همه رو با هم جمع کنم و وسطی بازی کنیم. و رایانو میبینین که همکاری نمیکنه و دوست داره بازیگوشی خودش رو انجام بده. منو میبینین که رفتم و بدمینتون آوردم، چون اون طرف 2 نفر داشتن بدمینتون بازی میکردن و رایان هی داشت میرفت سمت اونا رو نگاه کنم. اینا گفتم خب برام خودم بدمینتون بیارم که خوشحال اومده سمت ما ببینه چی داریم. رامی داشت به من میگفت که برای استارتش اینجوری بزن و من استارت رو همیشه دوست دارم بندازم بالا بعد توپو بزنم. و کلی سرم غر میزد که من همش دارم توپای تو رو درست میکنم، تو درست پرت نمیکنی برام. من کلا بدمینتون رو به عنوان سرگرمی انجام میدم، هیچ وقت حرفه یادش نگرفتم و به نظرم برای تمرکز خیلی چیز خوبیه. اگه که بچه کوچوله ما بذاره که بازی کنیم و همین توپا رو بر نداره. لباسامونم میبینین که به طرز عجیبی ست شده یه جورایی. البته لباس اون توسیه، لباس من سفیده، ولی الان که دارم ویدیو رو نگاه میکنم میبینم که یه جورایی سته. اینجا یکم خلوت کردیم، به مسائل زندگی فکر میکردیم، صحبت میکردیم و رایانم کنارمون بازی میکرد. من این مدتی که ویدیو نمیذاشتم، یعنی از زمانی شروع شد که باردار شدم و کلن حس میکنم تغییر بزرگی تو زندگیم به وجود اومد و بعدش حس میکردم که اعتماد به نفسی که دوست دارم داشته باشم و اون نقطه‌ای که تو زندگیم میخوام باشم نیستم و برای همین سختم بود که با همه این
چالشایی که تو زندگیم دارم در کنارش یوتیوبم ادامه بدم. برای همین یک استراحت طولانی مدتی داشتم و چیزایی که خیلی کمکم کرد ساپورت حمایت های مامان و بابام، همچنین شوهرم، مادر شوهرم که خیلی می اومد کمکمون میکرد، بچه رو میگرفت و اینا و من در کنارشم دانشگاه ادامه میدادم. اینا باعث شد که وقت داشته باشم به خودم برسم، خودم رو پیدا بکنم، اعتماد به نفسم رو ببرم بالا و یه جورایی آماده بشم برای اینکه دوباره این راهی که دوست داشتم ادامه بدم و شروع دوباره‌ای براش داشته باشم. مورد دیگه هم که خیلی کمکم کرد یوتیوبرهای دیگه بودن که ویدیوهایی که مثلا راجع به مشکلاتی که در انجام این ویدیو درست کردن و اینو باهاش دست و پنجه نرم میکنن، مخصوصا اونا که بچه داشتن، اونا خیلی حالم رو بهتر میکرد وقتی گوش میدادم و راه حلاشون رو میدیدم. سلام علیکم. مامان که قطع میشه دور مرسی که تا اینجا با هم بودین، ویدیو ما دیدین. اگه دوست داشتین میتونین لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین که منو گم نکنین. اینستاگرام من اینجا میذارم، اگه دوست داشتین منو فالو کنین. خدافظ.